خبرگزاری رسمی خوور روز 18 یول سال 2023 خبر داد که در جلسه وسیع حکومت جمهوری تاجیکستان با وزارت و کمیته دولتی و مقامات مربوط مملکت دستور و سپارش‌ها داده شد که فعالیت من بعد کارخانه استحصال سمنت شهر دوشنبه تا آخر سال 2023 بازداشت شود. خوور گفت هدف از این تصمیم صاف و بی‌غبار نگاه داشتن فضای اکولوژیکی پایتخت شهر دوشنبه است، زیرا کارخانه مذکور که سالهای 40 عصر گذشته ساخته شده است امروزها عموما به طلبات جوابگو نبوده تأثیر بی‌واسطه خود را به اکولوژی شهر و ساکنان آن رسانیده ایستاده است. گذشته از این تمام دستگاه‌ها و تجهیزات‌های استحصالی کارخانه فرسوده و قسما کارناشایان بوده، تعمیر آن غیر امکان است و جریان استحصال سمنت در این کارخانه ثمره‌ناک نمی باشد. گفته می شود در شهر خوور. در گزارش همچنین ذکر شده است که اگر در گذشته کارخانه سمنت دوشنبه بزرگترین و حتی یگانه چنین کارخانه جمهوری بود، در سالهای آخر در گوشه‌های گوناگون تاجیکستان از جمله در ولایت سوغد، ختلان و دیگر مناطق یکچند کارخانه عظیم استحصال سمنت از قبیل خاکسین غیور سمنت، مویر سمنت، خاکسین غیور سرخ سمنت تا چین و غیره ساخته و مورد استفاده قرار داده شدند. کارخانه سمنت دوشنبه که در درآمدگاه شمال پایتخت تاجیکستان بنیاد شده بود که در سرگاه وزش بادها از سمت شمال از جمله دره ورزوب و کوه تپه های اطراف آن قرار داشتنش به خصوص در فصل گرما هوای شهر را پیوسته آلوده میکرد. مسئله از اینجا کوچاندن کارخانه هنوز در سالهای 80 مطرح شده بود، ولی به سبب نبودن کارخانه دیگر استحصال سمنت نقشه کوچاندن این کارخانه در طول چندین سال در روی کاغذ ماند. اکنون با بنیاد چندین کارخانه حتی بزرگتر استحصال سمنت در کشور، کارخانه سمنت دوشنبه دیگر آن نقشه منپولی و اهمیت قبلیش را در بازار از دست داده است. بنا به اطلاع دریافته در جای کارخانه سمنت یک سلسله بناهای بلندآشانه استقامتی ساخته می شوند. با در نظر داشت محل جایگیر شویش باور می رود که منزلات در این بناها سرخریدار خواهند بود.